همینجور که مشاهده میکنید ستون ها بدون ترک خوردگی، بدون اینکه کرمو باشن، در شرایط ایدئال. حتی اگه ترکی هم داشته با مخلوط آب و سیمان پر شده که بیشتر از این نفوذ آب و ترک ایجاد نشه. ستون ها خیلی خوب انجام شده و مورد خاصی مشاهده نمیشه. این هم سیم همبندیه که از داخل لولای فلکس لیبل رد شده و مستقیم وارد چاه ارت میشه. با تشکر و عرض خسته نباشید.